به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام آموزندگان گرامی قدر. درس 15 است از سلسله درس های انگلیسی برای نوآموزان. الفبای زبان انگلیسی حرف N. nest 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 لانه. nine 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 نه رقم 9. nose 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 بینی. nose 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 همشیره شفقت. دایه پرستار و معنای فعل هم می آید شیر دادن، مکاندن، پرستاری کردن. یعنی به زبان روسی میدسیسترا. این بود درس 15. تا درس نوبتی خدا نگهدار.